بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آغاز میکنم که نامش بهترین و زیباترین نام هاست، کلامش برترین و شیواترین کلام هاست و البته یادش هم آرام بخش دل هاست. سلام و درود میفرستم بر حبیبش و سفیرش که رسول گل هاست، که رحمت به جان هاست، که محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مسلمانان معزز، هم نفسای گرانقدر، ارزشمند و نورانی برنامه یاد خدا. الهی که خوب باشین. خیلی ممنونم که اینجا هستین و دل میدین به برنامه خودتون. امیدوارم تا پایان برنامه فرصت همراهی داشته باشین و اینجا به شما خوش بگذره. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جهانگیری عزیز افتخار دادن، بازم قدم به چشم حقیر گذاشتن و داریم محضرشون عواملی که باعث میشه جوامع بشری در مسیر رشد و تعالی حرکت بکنن یا در مسیر زوال و انحطاط، از منظر آیات و روایات رو ازشون میشنویم و یاد میگیریم. آقا سلام عرض کردم، خیر مقدم. عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز، و سپاسگزارم بازم که فرصت خوشه چینی و توشه چینی از اقیانوس قرآن رو برای بنده فراهم آوردید. الحمدلله رب العالمین. سلامت باشین. ما هم خدا رو شکر میکنیم که این فرصت دست داد از محضرتون استفاده بکنیم. خدا حفظتون کنه. محبت دارید. یه کوچولو 1 دقیقه‌ای آماده کردن از آنچه که فرمودین در جلسه قبل با هم ببینیم و برگردیم. شروع می‌کنیم. همیشه برای من مفید خواهد. سلامت باشین. لطف دارین، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، همونطور که ملاحظه فرمودید، سومین عاملی که آقای دکتر جهانگیری فرمودن عامل کفر بود در مقابل ایمان که باعث درجا زدن افراد و جوامع میشه و خواهد شد طبق اسناد قرآن کریم. 2 عامل قبلتر هم با هم مرور بکنیم، عامل جهل و نادانی و عامل در گذشته و تاریخ ماندن و بسنده کردن به گذشته بود. ببینیم 4مین عاملی که مد نظرشون هست چی هست. در این دقیقه کوتاه اشاره‌ای داشتید به برنامه قبل. حضرت علامه رضوان خدا بر او اشاره‌ای دارد به اینکه کفر چرا سبب میشه انسان به پایان برسه و امتداد تاریخی نداشته باشه و استمرار اجتماعی نداشته باشه. اشاره میکنه به آیات قرآن که قرآن میفرماید افرادی که کافر هستند آنها در اقیانوس بزرگ گرفتارند. اینها مثل فردی هستند که در اقیانوس بزرگ گرفتارند و فرصت موجی از روی موج دیگر بر دوش اینها سوار میشه و وقتی که شما در این فضا، قرآن تصویر سازی میکنه جامعه‌ای که ایمان درش نیست و میگه در اینجا کسی که دارد غرق میشود فرصت یافتن ساحل را ندارد. این همان بحثی است که ما جلسه قبل توفیق داشتیم در محضر جناب عالی بحث کردیم که قرآن معتقد است جامعه‌ای که ایمان نداشته باشد در جا میزند. ببینید کسی که غرق میشه مگه ساکت میشینه؟ کسی که غرق میشه تا توان دارد دست میزند، تا توان دارد تلاش میکند که خودش را نجات دهد. اما وقتی موجی روی موج بر روی شما بیاید و ابرهای سنگین بر روی سر شما سایه بیفکنند، شما چطور میتونی ساحل را پیدا کنی؟ این مثال قرآن رو عجیبه که من شخصا خیلی کامل میتونم درک بکنم، چون تو این شرایط قرار گرفتم و با یه معجزه نجات پیدا کردم. خب در حال غرق شدن ایمانه نجات داده. یعنی قرآن میگه ایمان نباشه نمیتونه کسی نجات پیدا کنه. حالا من خیلی خودم فکر نمی‌کنم ایمان بوده، ولی واقعا موج در موج دیگه. اگه نجات پیدا نمی‌کردید اون وقت پس اهل ایمان هستی. به موازات ساحل شنا کردم، خسته شدم، اومدم ببینم کجا رسیدم. هرچی گشتم دور و بر دیگه ساحل ندیدم. تو نگو که این موج هی داره منو میبره داخل به سمت مورب، یعنی مخالف ساحل، و دیگه هرچی گشتم ندیدم. ولی شما تلاش می‌کردید. ولی بله تلاش می‌کردم. قرآن دقیقاً اینو میگه. در آیه، من چون آیه طولانی است نمیخونم، در آیه 39 و 40 سوره نور قرآن میگه والذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدند اعمالشون مثل داستان اون فردی است که در این قصه گرفتار شده، تلاش میکند.
پس قرآن میگه جامعه‌ای که ایمان درش نباشه، در اون جامعه شما تلاش میبینید، ولی این تلاش مکرر است، نه تلاش پیشرو. این تلاش درجا زدن هست، نه تلاشی که شما را به ثمر برسونه و به نتیجه برسونه. با این نگاه اجازه بفرمایید یکی از عوامل دیگر از تعالی و انحطاط تمدن‌ها، جوامع، مکاتب فکری رو از منظر قرآن در خدمت جناب عالی از منظر قرآن بهره ببریم. قرآن میگه اگر جامعه ایمان نداشته باشد آنجا رو به سقوط است، اگر جامعه جهل در آنجا بیداد کند و دانایی رو به کاهش باشد آنجا هم رو به انحطاط است. در جامعه هم که ستم و ظلم از در و دیوار آن بالا برود آنجا هم رو به انحطاط است. ظلم یک گزاره بدیهی است. در فلسفه اخلاق وقتی که درباره ظلم صحبت میکنن میگن جزو بدیهیات عقل عملی است. انقدر معناش واضحه، به هر کی بگی این ظلمه میگه دیگه ظلمه، لازم به توضیح نیست. شما هر جای تاریخ برید، در هر نقطه از سرزمین سر بزنید، بگید ظلم بد است، همه میگن بد است. کسی ظلم را ستایش نمی کند. ظلم یک گزاره بدیهی است. قرآن خیلی جالب وقتی به داستان ظلم میرسه یک داستان یک روستایی رو نقل میکنه. البته وقتی که این روستا رو نقل میکنه مستحضرید، عبارت قریه در عبارتهای قرآنی وقتی که مدینه میگه به معنای شهر نیست، قریه میگه به معنای روستا. وقتی جایی تمدن و فاخر داشته باشه قرآن اسم مدینه به کار میبره و وقتی ببینه اون جامعه تمدنش رو به انحطاطه اسم قریه رو به کار میبره. قرآن نگاهش به این واژه ها نگاه تمدنی است، نه نگاه جغرافیایی. بله. قرآن میگه یک روستایی بود و ضرب الله مثلا قریة، روستایی بود رو به انحطاط، کانت آمنة مطمئنه، اینها مؤمن بودند و اهل اطمینان. چنان ایمان، چون این بحث ظلم و ایمان ما جلسه قبل توفیق داشتیم ایمان رو بحث کردیم، این جلسه ظلم رو میخوام با این آیه پیوند بدم دوتا بحث رو. قرآن میگه چون در اینجا ایمان موج میزد، یأتیها رزقها رغدا، رزق روزی این شهر سرشار میرسید. و این من کل مکان، این رزق روزی یک دریچه نداشت که از بانک ها بیاید یا حقوق ماهیانه باشد یا یارانه اجتماعی باشد. آنچه که آنها میگرفتند از در و دیوار شهر میبارید، رزق مادی و معنوی برای اهالی این شهر. اما آنچه که سبب شد این شهر محروم بشود فقط یک رویداد بود، فکفرت، آنها کفر ورزیدند. جلسه قبل هم یک صحبتی شد، فرمودید که ایمان و کفر معنا بشه. دوست دارم با کمک این آیه اون بخش از مبحث ما هم تکمیل بشه. قرآن میگه کفر چیه؟ میگه کفر آن است که آنها این رزق سرشار که میرسید، این رزق سرشار را در جای خود مصرف نکردند، آن رزق سرشار را اسراف کردند و بر خالق این رزق سپاس نگفتند. اینها حقشان بود، تراژدی بعدی اتفاق بیفته. فکفرت به انعم الله، اینها به نعمتهای خدا کفر ورزیدند. چی شد؟ فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف، این بار خداوندی که تا دیروز برای آنها میچشانید رزق زلال را رغدا من کل مکان، این بار خداوند چشانید، داغشان کرد. با چی؟ با سختی، گشنگی و ترس. اینها که آرام بودند و از فردای خودشون نگران نبودند، هر اپسیلون ثانیه هاشون رو با ترس زندگی میکردند که مباد ثانیه بعد زندگیمون به فنا برود. آنها که روزی سرشار میرسید این بار برای لحظه بعدی نگران بودند. قرآن میگه چرا این شد؟ به ما کانوا یصنعون، اینا کارایی کردند که این شد. چه کاری کردند؟ ادامه آیه میاد میگه و هم ظالمون، پایان آیه.
چون آنها ستمگر بودند. قرآن میگه شما اگر در جامعه ظلم باشد و ستم بیداد کند، آن جامعه حتی اگر روزی سرشار از زمین و زمان بریزد، آن جامعه رو به انحطاط است. باور کنید بعضی موقع ما میبینیم یک جایی آب خیلی زرق و برق بالا داره، وقتی میبینیم میگیم آقا این دیگه امکان نداره پایانش، این دیگه میماند، این دیگه استمرار دارد. قرآن میگه ببینید رزق فراوان عامل ماندگاری یک تمدن و یک جامعه نیست. رزق فراوان محصول یک علت است. اگر آن باشد رزق فراوان میماند، وگرنه روزی این رزق فراوان هم پایان میپذیرد و آن پایان یک تمدن و یک جامعه هست. و اون چیست؟ در آن جامعه و هم ظالمون. این با توجه به همون بحثی که در جلسه اول خدمت حضرت علی بحث کردیم که اینها اساساً قصه های تاریخی نیستند، اینها فقط تفسیر گذشته نیستند بلکه تصویر آینده ما هم هستند، اینها شاخصهای آینده رو هم برای ما میگن. قرآن میگه بجویید و بیابید، اگر شهری دیدی یا روستایی آنجا ظلم هست پایانش را ببینید. بر اساس این فاکتور و قاعده‌ای که من در قرآن فریاد میزنم این اتفاق خواهد افتاد. ما در اول بحث گفتیم دیگه قرآن حدیث صادق است، قول صادق است. وقتی که این گونه است این پایان میپذیرد. بعد ما وقتی میایم ظلم را لایه‌هاش در قرآن بررسی میکنیم عجیبه. قرآن میگه همش پندار شما این است که ظلم یعنی به دیگری. شما گاه ظالم به خودتان هستید و اولین مظلوم خودتان هستید، به خودتان ظلم میکنید آنجا که خودتان را در نمیابید، خودتان قربانی رفتار ظالمانه خودتان هستید. بله. قرآن میگه وقتی شما به دیگری ظلم میکنید خیال میکنید به دیگری ظلم کردید، در واقع اول به خودتون ظلم کردید. وقتی ما لایه های ظلم را در قرآن بررسی میکنیم میبینیم انقدر معنای وسیع دارد. یک لایه‌اش این است که کسی که به شما جایی که به شما رزق فراهم میکند تو باید شاکر باش. شما آن رزقی که برایت فراهم آورده آن را در جای خودش، آن کالایی که در دسترس خودته در جای خودش مصرف نکنی تو ظالمی. خداوند به یک کسی استعداد داده یک فوتبالیست خوب بشود، یکی حافظ قرآن خوب بشود، یکی مبلغ دین خدا بشود، یکی یک مجری برنامه تلویزیونی خوب بشود. خداوند این استعداد را به تو داده، به دیگری نداده. تو باید این را در راه خدا مصرف کنی. اگر از این استعدادی که خدا به تو داده در مسیر خدا مصرف نکنی تو هم یک ظالمی. آره منم داشتم به همین فکر کردم که ظلم، مثال قشنگی هم زدین، همین داشتم فکر کردم تنوع زیادی داره ظاهرا. حالا تعبیر شما لایه‌های فراوانی داره، لایه‌های پنهانی هم خیلی وقتا داره. یعنی خیلی وقتا ما ممکنه تو زندگی ظالمیم ولی نمیدونیم خودمون. این خیلی بده، چون ما تعریف ما از ظلم یک مفاهیم کلیه، فقط بریم یکی رو بکشیم از دیوارش بالا بریم. یعنی دو سه تا مدل خیلی عامه پسند که همه میدونن آقا این ظلمه رو همه بهش واقفن رو میدونیم و همون رو ظلم میدونیم دیگه، بقیه چیزها رو خیلی بهش فکر نکردیم. سید عزیز اذن میفرمایید من یه خاطره پایان این بخش عرض کنم کوتاه. این آخرین خاطره من از حضرت استاد علامه جوادی عاملی بود که منزلشون خدمتشون رسیدم. ایشون یک حدیثی گفتند، مفهوم ظلم رو داشتن تبیین میکردن. یه حدیثی گفتند، فرمودند این در مکتب ما، اینها ظلمه. فردی یک حیوانی بود، یک الاغی بود، اون رو از صورتش زد. ما اصلا حیوان دیگه، بعد نسبت به این حیوان هم که اساسا ما توجهی بعضی موقع نمی کنیم، میبینیم که حتی تا قرآن هم به یک کسی میخواد یه چیزی بگه به این حیوان اشاره میکنه. حالا یه آروم زده صورتش. امام رسید، امام فرمود که چرا به صورت این میزنی؟ آیا نمیدانی این حیوان هم شعور دارد؟ تو حق نداری به صورتش بزنی. این هم ظلم است. ما داریم در روایت که شما حیوانی که ما به هر حال حیوانات باید ذبح کنیم و مصرف کنیم، اما حق نداری حیوانی که خودت تو خونه بزرگ کردی اونو خودت ذبح کنی.
او به تو عادت کرده، او با تو دوست شده، او به تو از تو مهربانی دیده، نذار چاقو در دست تو ببیند، بذار حداقل دیگری آن کار را بکند که او ندیده است. این هم ظلم است. میخوام بگم همین ظلم هم به همین مقدار هم باز مانعی میشه برای رشد و تعالی فرد و اگر این در جامعه باشه، اون جامعه سقوط میکنه. اگه در یه تمدنی باشه، یه خانواده، فردی باشه، به همون قسمت و شعاع. از آیت الله جوادی آملی فرمودین، ان شاءالله سایه‌شون مستدام باشه، کتابی دارن مفاتیح الحیات. بله. اون نحوه ارتباط با طبیعت و حیوانات و اینها اونجا هم آمده. خیلی کتاب خواندنیه و به نظرم ماها باید تو خونمون داشته باشیم. کتاب رو سفارش میکنم، منم دارم هر از گاهی مراجعه میکنم و مطالعه میکنم نحوه ارتباط با خدا و خودمون و اطرافیانمون و طبیعت و حیوانات و اینجا. چون بعضی موقع این مفاتیح الحیات اساسا بر این فلسفه است که بعضی موقع ما فقط غیبت کردن و تهمت زدن اینا رو ظلم و گناه میدونیم. آره. ایشون این بخش رو هم آورده که اساسا رسیدن به یک حیات مؤمنانه این هست که ما با محیط زیستم چگونه باشیم، با درختم چگونه باشیم، با حیوانم چگونه باشیم. اینها هم گاهی رفتار ظالمانه. برای همین عرض کردم که در راستای فرمایش شما، یعنی اون ظلم هایی که نمیدونیم یا ازش غافلیم، اونجا با خوندن این کتاب شاید بیشتر متوجه. حالا باز بیشتر شما صلاح دونستین توضیح بدین بعد از فاصله که میگیریم و برمیگردیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشالله همه من و شما رو تجهیز بکنه به ایمان، تقوا و عمل صالح و دور کنه ما رو از ظلم و ستم. چون اون ظلم و ستم هایی که میدونیم، چون ظلم و ستم هایی که واقعا حواسمون بهشون نیست، چون غافلیم، خیلی تو زندگی هامون ممکنه اتفاق بیفته. آقا بسم الله، توضیح و تبیین آیه با شما. از می‌فرمایید من چند تا آیه قرآن به ظلم خیلی حساسه. بله. سید عزیز عجیب به ظلم آلرژی داره. میگه ظلم وقتی باشه من دیگه نمیتونم امتداد اون جامعه رو تحمل کنم. بعد قرآن میگه یادتون باشه این قصه امروز و فردا نیست، قصه دیروز و دیروزها هم بوده است. میفرماید لقد اهلکنا القرون، ما من قبلکم، سالهای پیش هم قبل شما ما خیلی ها رو نابود کردیم. خیلی برای خودشون یه یلی بودن، میگفتن ما هستیم، ما نابود کردیم. تنها به خاطر این لما ظلموا، همان لحظه که ظلم را شروع کردند. قرآن میگه وقتی ظلم شروع میشه پایان خودتون رو انتظار بکشید. در قصه حضرت نوح قرآن چند جا مثال هم میزنه، کدهای تاریخی جدی میده. میگه به نوح گفتیم که نوح کشتی تو بساز، آب دارد میآید همه را ببرد، واصنع الفلک باعیننا، جلوی چشای ما کشتی رو بساز، و وحینا، و جلوی وحی ما این کار رو انجام بده. ولی نوح یادت باشه همه میتوانند وارد این کشتی بشند جز یک گروه، آنها که ستم پیشه کردند. ولا تخاطبنی، حتی حق نداری صداشون کنی که بیاند، ما چرا نمیدیم، تو هم حق نداری صداشون کنی بیایید. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، خب اینا رو نیارم خدا چی میشه؟ خدا میگه تصمیم ما درباره اینها گرفتم، انهم مغرقون، آنها باید پایان پیدا کنند. و باز آیات دیگه مکرر در قرآن تاکید دارد فقطع، اینها کاملا آیات تمدنی قرآنه، تاریخی قرآنه، فلسفه تاریخی قرآنه. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، امتداد و پیامد آن قومی که ظلم کردند قطع شد. آن قومی که ستم در بین آنها موجود بود، آنها نتوانستند امتداد پیدا کنند. باز در آیات دیگه اشاره داره به همین سنخ از ظلم ها که در زمان انبیا بوده. زمان انبیا مکرر ظلم های مختلفی را هم قرآن اشاره میکنه، میگه این نوع ظلم ها هرگز قدرت امتداد نداره. بعد در آیه دیگه میفرماید اساساً در جایی که ظلم باشد آنجا
حتی قوم ظالم اگر بیایند پیش خدا عذر هم بطلبند، انواع بهانه تراشی بکنند، ما آنها را نخواهیم پذیرفت. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم. خدا عجیب دلش پر از این آدم ها، میگه ولهم اللعنت، دوری من و لعنت من همیشه بر آنها باد. من با اجازه درباره همین آیه لعنت خدا نسبت به آنها آیات مکرری آمده که قرآن میگه لعنت ما بر این قوم ظالم باد. ما وقتی میبینیم معنای ظلم رو در قرآن، اون وقت باید بفهمیم که آیا جامعه ما نسبت به دیگری ظالم است؟ نسبت به انسان دیگر ظالم است؟ آیا در محیط کاری ما نسبت به دیگران ظلمی انجام ندادیم؟ در حدیث مبارک هست، من با اجازه وقت کم است مفاد حدیث رو خدمت حضرت علی میخونم. فرمود ظلم را برای ما معنا کن. فرمود ظلم آن است که اگر میبینی کسی بهتر از تو هست، اگر میبینی بالاتر تو، بالاتر نه به معنای بالاتر جایگاهی، بالاتر در علم، بالاتر در توانمندی، بالاتر در دانش، بالاتر در همه چیز، شایستگی، اگر بالاتر از تو هست، تو باید او را اولویت بدهی و از او فرمان بپذیری. اگر کسی دانشش بیش از تو هست، تو دکترا هم داری، زانو بزن، یاد بگیر. اگر یاد نگیری تو ظلم کردی. اگر میبینی کسی بهتر از تو مسئولیت را میپذیرد، اگر میبینی کسی بهتر از تو میدود، بهتر از تو میتواند اجرا کند، بهتر از تو میتواند حرف بزند، به او بده، خودت را در رتبه دوم قرار بده، وگرنه ظلم کردی. و بعد فرمود این لایه تو به بالاست، بعد فرمود یک لایه تو به پایینم هست، ظلم. خیلی حدیث جالبی میگه تو همیشه در میانه ای. نسبت به بالا اگر این مدل را مراعات نکنی، نسبت به افرادی که بالاتر از تو هستن، به هر حال انسان یه عده بالاتر از او هستن در یه ساحتی، یه عده پایینتر از او. بله. یکی ممکنه در اجرا خوب باشه، در فوتبال خوب نباشه، در علم خوب نباشه. هر کسی در میگه تو اون بعدی که او بالاتر از توست فرصت را به او بده، ندی ظلم کردی. از طرف دیگه به کسی که پایینتر از توست در اون ساحت ها، هرگز به داشته خودت بر آنها چیره نشو. چون من علم بیشتر دارم تو نداری، او علم ندارد ولی توانمندی دیگری دارد، او معلول است ولی یک نقاش خوب میتواند باشد. فرصت را به او بده، او نقاش خوب باشد. با داشته خودت بر او چیره نباش که اگر باشی تو ظلم کردی. اگر ما با این دریچه به دنیا نگاه کنیم، بله. چقدر ما بعضی موقع میگم خدا رو شکر عینک رو به چشمون نزدیم، همینجور چیزای بزرگ میبینیم میگیم ظلمی نیست. ولی اگر این لنز رو ما به چشم بزنیم، چقدر در دنیای امروز قصه فلسطین نیست، قصه روزمره زندگی ماست که ما میبینیم چقدر ظلم ها را با دستهای خود هر روز ما تار و پودش را میزنیم. و قرآن میگه هر چقدر این ظلم ها را انجام بدید یادتون باشه به دیگری نمیرسه، خودتون اولین قربانی ظلم هستید. و بعضی موقع چقدر ما به خودمون ظلم کردیم. باز ارجاع دادید در بخش قبلی، خیلی لطیفانه این کاری کردید به کتاب مفاتیح الحیات حضرت علامه جوادی آملی. گاهی موقع ما به خودمون ظلم میکنیم. ما چقدر به سلامتی خودمون میرسیم؟ آیا ما این سلامتی خودمون رو نمیرسیم، عمری حیات خودمون کوتاه میشه، ما به خودمون ظلم نکردیم؟ مباد ما بعضی موقع خودمون فردای قیامت علیه خودمون شکوه و پرونده شکایت تنظیم کنیم. خلاصه هر جایی که ظلم باشد، فرد باشد یا خانواده، تمدن باشد یا یک اجتماع، پایان خواهد یافت. این که ما میبینیم حضرت آقا درباره یک رژیم صهیونیستی پایانش رو پیش بینی میکنن، بعضی موقع ما درنگ میکنیم، میگیم که آقا چطور ممکنه یک اتفاق اینجوری؟ ولی شما وقتی که ظلم باشد، اینها حقایق قرآنی و واقعیت های قرآنی است که قرآن میگه قصه امروز نیست، قصه دیروز بود که بخش از آیات خدمت حضرت علی
توفیق داشتیم قرائت کنیم. زنده باشید. خیلی ممنونم. کلا غرب رو فرمودن رو به زوال هست، اسرائیل رو فرمودن 25 سال آینده رو نخواهد دید، آمریکا رو فرمودن مثل کشتی تایتانیک غرق خواهد شد. همش بر مبانی همین اصول قرآنی هست. انشاءالله ما باشیم همه سقوط کامل این مستکبران دنیا رو ببینیم. البته برای خود ما هم درسه که بله یاد بگیریم از این آیات قرآن.